در داستان پروتاگونیست باید فلاح شخصیتی داشته باشه تا زندگیش ارزش دنبال کردن توسط مخاطب رو داشته باشه. فلاح یه ایدئولوژی اشتباهه که تجربیات مختلف در زندگی کاراکتر به وجود آوردنش. فلاح شخصیتی گون اینه که باور داره همه چیز سیاه یا سفید و همه افراد یا دوستن یا دشمن. فلاح ایشیدا اینه که فکر میکنه چون در بچگی بچه سربزیری نبوده، در بزرگسالی هم حق نداره زندگی شاد و اجتماعی داشته باشه. لایت باور داره جامعه کثیف و از هم گسیخته است و خودشو تنها کسی میدونه که میتونه مثل یه خدا بیاد وسط و اوضاع رو راست و بیست بکنه و میو فکر میکنه سربار خاندانه و برای نفس کشیدنش هم اجازه میخواد. یکی از ویژگی‌های داستان‌های خوب اینه که کاراکترهاشون فلاح‌های جذابی دارن و دنبال کردن زندگیشون و روبروی این شخصیت‌ها با این فلاح‌های شخصیتیه که به داستان عمق میده. در شروع داستان با فوجینو آشنا میشیم و میبینیم که چقدر مانگاهای هفتگیش بین بچه‌ها محبوبه. حتی یکی از بچه‌ها بهش میگه بزرگ شدی واقعا میتونی یه مانگاکار معروف بشی. فوجینو خورده فکر میکنه و میگه یعنی کل روز بشینم پشت میز طراحی کنم؟ خسته کننده به نظر میاد. معلم صداش میزنه دفتر و اونجا ازش میپرسه اشکال نداره اگه یکی از ستون‌های هفتگی رو بدیم به کیوموتو. کیوموتو از بچه‌های کلاس بغلیه و کلا مدرسه نمیاد، ولی خب میخواد مانگا بکشه. فوجینو قبول میکنه ولی مطمئنه کسی که مدرسه رو نمیتونه تحمل کنه قطعا از پس مانگا هم بر نمیاد. هفته بعد میرسه، هفته نامه بین بچه‌ها تقسیم میشه و فوجینو نقاشی‌ها رو میبینه. پسر بغل دستی میگه نقاشی‌های فوجینو در مقایسه با کیوموتو خیلی معمولی‌ان و فوجینو برای اولین بار با این واقعیت روبرو میشه که شاید مانگاهاش اونقدر هم خوب نیست. بعد چندین ماه تمرین، هفته نامه‌های این هفته منتشر و فوجینو تسلیم میشه. در داستان فلاح پروتاگونیست در همون اولین پنل مشخص میشه. فوجینو تصور میکنه یه نابغه است. توی مانگا کشیدن خوبه، توی ورزش خوبه، ارتباطش با معلم‌ها عالیه و بچه‌ها واقعا دوست دارن باهاش وقت بگذرونن. پس خیلی دور از ذهن نیست که یه بچه توی سن فوجینو چنین شخصیت مغروری پیدا بکنه. شوکه شدنش بعد دیدن نقاشی‌های کیوموتو فقط ناشی از تفاوت مهارتاشون نبود، بلکه این شک رو درش ایجاد کرد که شاید من واقعا نابغه نیستم. کیوموتو به شکل غیر مستقیم تصویر فوجینو از خودش رو به خطر انداخته بود. تسلیم شدن فوجینو بعد ناکامی در رسیدن به سطح کیوموتو فقط از کشیدن مانگا نبود. فوجینو از کل ایدئولوژی نابغه بودن تسلیم شد. بعد فارغ التحصیلی فوجینو مأمور میشه مدرک کیوموتو رو براش ببره و در خونه کیو فوجینو با انبوه دفترهای طراحیش روبرو میشه. همونجا توی راهرو یه استریپ 4 پنله خالی پیدا میکنه و همون پشت در اتاق کیوموتو یه داستان کوتاه بامزه میسازه. و کشیدن همین داستان کوتاهه که باعث میشه فوجینو و کیو همدیگه رو ببینن. مشخص میشه کیو فوجینو رو به چشم یه الگو نگاه میکنه و 3 ساله که مانگاهاشو دنبال میکنه. حتی بهش میگه من از طرفداراتم. وقتی کیو میپرسه چرا از یه جایی به بعد دیگه مانگا نکشیدی، فوجینو جواب میده داره برای مسابقه مانگا آماده میشه. چرا فوجینو همچین دروغی گفت؟ خجالت میکشید بگه مانگا کشیدن رو گذاشته کنار، یا فقط نخواست به روی کیو بیاره که اون بود که باعث شد تصویری که فوجینو از خودش داشت از هم بپاشه؟ به نظر من دلیل دروغ فوجینو پشنی بود که کیو از خودش نشون داد.
کیو به قدری برای مانگا و آرت ارزش قائل بود که انگار زندگیش بهش وابسته بود. شور و شوق کودکانه کیو چیزی بود که فوجینو کمتر توی خودش میدید و البته ناگفته هم نمونه که کیو فوجینو رو یه مانگاکا نابغه صدا زد. و چی از این بهتر که یکی پیدا شده که بفهمه چه باری رو داری حمل میکنی. بلافاصله بعد رسیدن به خونه شروع میکنه کار روی مانگای جدیدش، اما این بار نه برای اثبات کردن چیزی، برای اینکه اون یه خلاقه و خلاق کسیه که خلق میکنه. تبحر فوجینو در تولید ایده و داستان در کنار مهارت کیو در طراحی بک‌گراندها باعث میشه شروع به کار با هم دیگه بکنن. مانگای اونا اول میشه و 1,000,000 ین حاصل ماه‌ها تلاش و صبرشونه. فوجینو پیشنهاد میده با بخشی از پولی که به دست آوردن برن بیرون و یه خورده با هم خوش بگذرونن. و این اولین باریه که کیوموتو جرأت میکنه وارد جامعه بشه و میبینه بیرون اتاقش اونقدر جای ترسناکی نبوده. ارتباط فوجینو و کیوموتو فراتر از رابطه دوتا آرتیسته. کیو به فوجینو یاد میده رویا داشتن یعنی چی و فوجینو هم به کیو نشون میده که چطور باید رفت بیرون و با سماجت رویا رو دنبال کرد. هر کدوم باعث شدن که طرف مقابل با فلاح شخصیتی خودش روبرو بشه. کیو از خودش ممنونه که از اتاق اومد بیرون و از فوجینو ممنونه که باعث این اتفاق شد. بعد از 4 سال همکاری و انتشار 7 تا مانگای کوتاه، سردبیر یه مجله معروف بهشون پیشنهاد کار هفتگی میده. اونا توی یه قدمی رویای مانگاکا شدنن، اما ごめん、私、美術の大学に行きたいから、だから連載手伝えない。فوجینو اول میخواد نشون بده این موضوع واسش اهمیتی نداره، اما واقعیت اینه که پروسه مانگا کشیدن هیچ وقت واسه فوجینو جذاب نبوده. کشیدن مانگا با کیوموتوه که واسش معنی داره. اگه کیو بره دیگه واسه کی مانگا بکشه؟ انگار فوجینو فراموش کرده که کیو دیگه اون آدم سابق نیست. اون از اتاقش اومده بیرون و حالا میخواد بره دنبال رویاش، تبدیل شدن به یه آرتیست بهتر. فوجینو تمام تمرکزشو میذاره روی مانگای هفتگیش. هنوزم با اسم مستعار کیو فوجینو مانگا چاپ میکنه. والیوم های مانگا یکی بعد از دیگری چاپ میشن تا اینکه حتی انیمه اثرم تایید میشه. اما فوجینو از پروسه لذت نمیبره. دائما خسته است، استرس ددلاین ها رو داره و حتی به شخصی ترین کارهای زندگیش هم فرصت نمیکنه برسه. از بعد اون مکالمه فوجینو تمام ارتباطاتش رو با کیو قطع میکنه. فوجینو خودشو مقصر میدونه. اون بود که کیو رو از اتاقش کشید بیرون. اون بود که اصرار داشت جفتشون باید پیشرفت کنن. وقتی توی همون راه رو پشت اتاق کیو نشسته، واقعیت دیگه رو تصور میکنه. اینکه چی میشد اگه اصلا کیو رو نمیدید و مسیر زندگیشو عوض نمیکرد. از خودش میپرسه چرا اون روز اون داستان کوتاه احمقانه رو کشید. اما واقعیت اینه که کیو همیشه اونو به چشم یه الگو میدید. ازش ممنون بود که از اتاق آوردتش بیرون، که بهش دنیا رو نشون داد. رویای کیو در تبدیل شدن به یه آرتیست بهتر از خود فوجینو سرچشمه گرفته بود. کیو ازش سماجت و ریسک کردن یاد گرفت. مرگ کیو فاجعه دردناکیه، ولی آیا به این معنیه که مسیری که کیو رو به اون لحظه کشون اشتباه بوده؟
ایده ویدیو از همین چند دقیقه پایانی ایجاد شد. همین لحظه ای که حس کردم منم عزیزی رو از دست دادم. این قلم برای 2 نفره. ممنون از شمایی که ویدیو رو تا اینجا دنبال کردید. ویدیوهای زیادی برای ادامه راه چنل دارم. قراره از داستان‌هایی حرف بزنیم که رومون تاثیر میذارن، تغییرمون میدن، با همون میمونن و باعث میشن چیزهایی رو احساس بکنیم که راحت به زبون نمیاد. امیدوارم که در کنار هم بتونیم یک کامیونیتی حرفه‌ای رو برای تحلیل داستان‌های انیمه و مانگا تشکیل بدیم. پس اگه مایلید این مسیر رو با هم ادامه بدیم، با لایک، کامنت و سابسکرایب ازم حمایت بکنید و حتما به اشتراک بذارید که چه داستان‌هایی بودن که با شما ارتباط برقرار کردن و دوست دارید توی این چنل بریم سراغ تحلیل کدوم داستان هم. پس تا دیدار بعد شاد باشید و بدرود.